در سراسر جهان فیلم هایی هستند. این دیگه چیه؟ و همچنین عکس ها و صداهایی که توجیهی ندارند. آیا این یک شیء ناشناخته ایه؟ انگار که هواپیما در هوا متوقف شده باشه. یه نوع جهش عجیب. ادعاهای غیر معمول مستلزم اثبات غیر معمولیه. من تونی هریس هستم که در بیش از 30 سال خبرنگاری هر جا که حقایق منو ببره میرم. اکنون با توجه به جنبه پژوهشگری خود در پی کاوش صداها و تصویرهای عجیب در جهان هستم. هر کدام از این موارد به وسیله کارشناسان بررسی می شود. این یک مورد قابل بررسی و فیلم بسیار چشمگیریه. و سپس درباره هر کدام نظر قطعی داده می شود. بدون شک این یک فیلم ساختگی. حالا اثبات آغاز میشه. شواهد پیش روی شماست. با سلام، به برنامه اثبات ناشناخته ها خوش آمدین. از زمانی که یک مخترع به نام تونی استارک در فیلم ها ادعا کرد که مرد آهنی هستم، بچه ها و بزرگترها میخوان که مانند اون به پرواز در بیان. اما به تازگی مردم یک کسی رو دیدن که بر فراز لس آنجلس پرواز میکنه. مردم به این فکر میکنن که آیا چنین چیزی وجود داره که بره بالا؟ در یکی از روزهای بسیار زیبای دسامبر 2020 در ساحل جنوب کالیفرنیا در آسمان شبه جزیره پالورس یک معلم پرواز محلی در حال آموزش خلبانی به دیگری است که ناگهان او و شاگردش با یک چیز یا کسی در طرف چپ هواپیما روبرو میشوند. همچنان که تصویر بزرگتر و آهسته‌تر می شود، چیزی شبیه مردی را می بینیم که یک کوله پشتی جت داره و در ارتفاع 3000 پایی پرواز می کنه. حالا خوب نگاه کنید. چیزی رو میبینید که به نظر میرسه پا باشه که پایین بالاتنه حرکت میکنه و درست همینجا بازتاب یک چیز فلزی شبیه کوله پشتی دیده میشه. اما نکته جالب اینجاست که اثری از دود نیست. تو کوله پشتی جت از نفت استفاده میشه و چند تا موتور توربینی دارن که به کوله پشتی وصل شدن و با وجود این کمتر از 10 دقیقه میشه پله هاشونو بالا رفت. به نظر نمیرسه که بخواد به این زودی بیاد پایین. این به من نشون میده شاید داره با یه چیز به خصوصی کار میکنه. البته کسای دیگه هم بودن که کوله پشتی جت ساختن که موتورا رو به دستشون بسته بودن، اما به نظر میرسه این مورد متفاوت باشه. به نظر نمیرسه تجهیزات پیچیده‌ای به همراه داشته باشه. البته پیش از این شایع شده که این شخص به مدت چندین ماه بر فراز لس آنجلس پرواز کرده. این شخص با کوله پشتی جتش بیشتر دیده شده. در واقع 2-3 بار خلبانا دیدنش که داشته تو فرودگاه لس آنجلس میشسته، اما این اولین باریه که ازش فیلم برداری میشه. آخرین بار در اوت 2021 دیده شده بود. چه خبر شده؟ چند تا نظریه در این باره هست که خیلی برام جالبه. اول اینکه میتونه یه فناوری محرمانه نظامی باشه که داره آزمایش میشه. نظریه دیگه اینه که شاید این کار یه شخص غیر حرفه‌ای باشه که تو خونش اختراعی انجام داده و هنوز آماده نیست خودشو نشون بده. با استفاده از یک صندلی و 105 بادکنک بر فراز ایالت اورگان پرواز کرد. اما آیا اینها برای نخستین بار بوده؟ آیا احتمال داره آنچه دیدند بالون هواشناسی باشه که بادش خالی شده و به شکل انسان در اومده؟ تنها راهی که بتونن به این صورت به پهلو پرواز کنن اینه که بار خیلی خیلی بالا باشه. اما وقتی که دکتر هینز هوا رو بررسی کرد، اگه به گزارش هوا نگاه کنید، یعنی به این بخش پایین اتمسفر نگاه کنید، میبینید که این گزارش باد تا ارتفاع 3000 متری یکسانه، یعنی نزدیک به 18 کیلومتر یا کمتره. اون روز یه روز خیلی آرومی بوده. آیا این میتواند یک پهپاد باشد که آن را به صورت مرد درآوردند؟ کارشناس ما مکمیلان توضیح میده. ما خیلی راحت میتونیم پهپاد معمولی رو کنار بزنیم، چون که ما اون پروانه های پهپاد بازرگانی رو نمیبینیم، یا حتی آخرین پهپادایی که در ارتش یا صنایع استفاده میشه ملخ یا بال دارن، اما اینجا هیچ کدومشون دیده نمیشن. با وجود ظاهری شبیه انسان، فیزیکدان حکیم هنوز نمیتونه تایید کنه که آیا این مرد یا زن. فیزیک این منطقه که دیده میشه مناسب کوله پشتی جت نیست، چون که اونا در ارتفاع بالایی و در ضمن فاصله زیادی هم از ساحل دارن. سوخت کوله پشتی جت باید سوخت و همراه داشته باشه،
علاوه بر چیره شدن بر گرانش که بتونه شخص رو بالا ببره، بازم باید سوخت داشته باشه تا به صورت افقی حرکت کنه. یک شرکت نیوزیلندی به نام هواگرد مارتین در سال 2016 نخستین نمونه را معرفی می کند که تا ارتفاع 3000 پایی پرواز میکنه. همین کاری که این شخص انجام میده. مدل آنها وزنشان بدون خلبان 200 کیلوگرم وزن داره. اما به نظر میرسه که از آن چیزی که بر فراز لس آنجلس مشاهده شده تجهیزات بیشتری داره. خلبانا گزارش کردن که اینو دیدن، پس شاید یک چیزایی هست. این یکی کار سختیه. ما میخواستیم بگیم پهپاد، اما مکمیلان نسبت به این شک داره. پس در حال حاضر میگیم این یک انسانی که از یک فناوری ناشناخته استفاده میکنه، اما ما به صورت حتم نمیدونیم، یعنی هیچ کس هم نمیدونه. اونا هنوز دارن این گزارش ها رو بررسی میکنن. در ادامه از عمق آب یک تخم اسرارآمیز بالا میآید. آیا هیولای افسانه‌ای است که در حال تولده؟ کراکن شاید بزرگترین هیولای افسانه‌ای که انسان دیده. در داستان‌های محلی گفته میشه که این هیولا آبهای نروژ تا گریزلند رو تحت نظر داره. حالا در هیچ کدوم از افسانه‌ها نیومده که کراکن بچه به دنیا میاره، اما شاید فیلم بعدی بتونه چیزی رو ثابت کنه. گروهی از غواصان برای کاوش یک کشتی غرق شده جنگ دوم جهانی در نزدیک ساحل نروژ به راه افتادند. در عوض چیز دیگری میبینند. این فیلم گروه را نشان می‌دهد که با یک حباب بسیار بزرگ و شناور ژلاتینی روبرو شدند. این فیلم در سراسر جهان نشان داده شده. البته این را کسی گم نکرده، بلکه این در آب‌هایی است که گفته میشه هیولای دریایی به نام کراکن در آن به سر میبره. خب نگاه کنید. این گوی بزرگ شناور به اندازه یک انسانه. وقتی که غواصان چراغ دستیشان را روشن کردند، به نظر می رسید که گوی با صدها هزار موجودات ریز پر شده باشه. در ضمن در داخل آن یک توده نارنجی به چشم می‌خوره. بعضیا حدس می‌زنن که این زائده جانوری بزرگ باشه. ناخدا نیلز میگه که تاکنون چنین چیزی ندیده. ما نمیدونستیم که اون چیه. همینطور که بهش نزدیکتر می‌شدیم می‌دیدیم که از نزدیک چقدر بزرگه. مثل یه چیز فرازمینی در آب بود. جن حدس میزنه که این در واقع تخم ریزی کراکن باشه. با توجه به ظاهرش که توصیف شده، با چندین دست اندازه فیلای بزرگ به رفتارهای خشونت آمیز معروفه، به طوری که میتونسته ملوانا رو از عرشه کشتی برداره و بندازه توی آب. بر اساس داستان‌های افسانه‌ای یک کراکن می‌تواند همه کشتی را یکجا ببلد، اما با وجود معروفیت بسیار هولناکش این هیولا خوبی‌هایی نیز داشته. یعنی شنا می‌کند در حالی که گله‌های از ماهی‌ها او را احاطه کردند. ماهیگیران بی‌باک با نزدیک شدن به آن خودشان را به خطر می‌اندازند. متاسفانه ناخدا بدنس میگه که اون و گروهش اکسیژن کافی توی کپسولشون نداشتن و بنابراین تنها تونستن به مدت چند دقیقه او را ببینن و فیلم برداری کنن. کارشناس فیلم پریما این عکس رو بررسی میکنه تا اصالت اون رو تشخیص بده. اونجور که نور از این شی بازتاب میکنه یا ازش میگذره به ما کمک میکنه که اینو تک تصویر به تک تصویر بررسی کنیم. از این نقطه میتونیم رفتار موجودات در داخل گوی رو ببینیم و بعد یک نوع سایه هم از بازتاب غواص به چشم میخوره. بنابراین من میخوام بگم که این شی کاملا واقعی. اگر ساختگی نیست پس چی میتونه باشه؟ زیستشناس دریایی دکتر شی بررسی میکنه. میتونه یه عروس دریایی یا نایدریان باشه که یه جانور نیش داره، اما ژله یا عروس دریایی اندامه بسیار شاخصی دارن که شامل یافته‌های نیش و آناتومیا میشه. این یکی اندامه شاخصی نداره. اما در حقیقت ارگانیسم‌های دیگری نیز وجود دارند که به حباب ژلاتینی شباهت دارند. شاید این نوع خیلی بزرگ نودی برنچ با پوشش سر باشه. شی میگه نودی برنچ ها حلزون‌های دریایی هستند که مایعی با بوی شیرین از خود جای میگذارند که شبیه بوی هندوانه است که برای دفاع از خودش پخش میکنه. پس اگر بیش از این بزرگه نمیتونه یک ژل ماهی باشه. آیا احتمال داره که جنین یک کراکن افسانه‌ای باشه؟ شاید، البته به نوعی. کراکن نوع بزرگ نمایی شده مارماهیه که امروز میبینیم.
میتونیم دیدن کراکن رو از لحاظ تاریخی به گونه‌های 8 پایان امروز نسبت بدیم، مثل مرکب ماهیای غول‌پیکر. من نمیگم چنین احتمالی وجود نداره. در حقیقت گونه‌های زنده و مرده آنها را از سال 1853 دیدیم و باور داریم که تا 18 متر بزرگ می‌شوند. پس شاید این تخمه یک کراکن بوده باشه. پس از بررسی DNA از توده مورد نظر، دانشمندان نظریه جدیدی را ارائه می‌دهند. مشخص شد که این در واقع پوست تخمه مرکب ماهی بال کوتاه بوده که خیلی هم جالبه، چون این شی به نظر میرسه بیش از حد بزرگ باشه، اما تو واقعیت پوست تخم جانوریه که میدونیم 30 سانتی متره. پس این امکان وجود داره که همچین جانور کوچیکی بتونه تخمه به این بزرگی بذاره، چون داخلش پر از آبه. درسی که آموختیم اینه که در اقیانوس چیزهای کوچک ممکنه در بسته‌بندی‌های بزرگ ارائه بشن. پس نتیجه گیری ما اینه که این کیسه تخم یک مرکب ماهی بال کوتاهه. اون توده نارنجی در وسط یعنی چه؟ دانشمندان باور دارن که به احتمال مرکب یک مرکب ماهی ماده است. و در ادامه برنامه درباره نورهای شمالی صحبت می‌کنیم. منظره‌های عجیب در آسمان شمالگان. برنامه اثبات شمالگان ادامه دارد. اگر در شمال زندگی می کنید، اغلب نمایش نوری را می بینید که نور شمالی یا آرورا بوریالیس نامیده میشه. زیباست نه؟ اما بعضی ها باور دارن که نشانه بدیه، مانند هشدار قحطی یا تهاجم. در یک شب تاریک و یخبندان به نظر می رسید که قرار اتفاقی بیفته. یک داستان عجیب دیگر از نروژ در 5 آوریل سال 2019. یکی از ساکنان اندوی بیرون میره تا از نورهای شمالی فیلم برداری کنه، اما به زودی این صحنه آرام برهم میخوره. 4 گوی بسیار درخشان میترکند و به نظر میرسد که 4 شیء درخشان کوچک به طرف زمین سرازیر شده باشد. سپس درست زمانی که نورشان را از دست میدادند، 4 نور دیگر منفجر میشد. از سوی دیگر این منطقه به افسانه‌های عجیب شهرت داره. شمالگان یک منطقه بسیار دور افتاده است و زندگی در اونجا خیلی سخته. پس حالا داستان‌هایی هم از نورهای عجیب در آسمان هستن. بنابراین همیشه داستان‌هایی از هیولاها سر زبان بوده، مثل موجوداتی که از آسمان به زمین میافتن و با کارهای روزانه مردم تداخل پیدا میکنن. در داستان‌های وایکینگ ها گرگ بزرگی به نام فنری و پسرهایش یک روز خورشید و ماه را میخورند و باعث ناپدید شدن ستاره ها میشوند. اما در این اتفاق که در نروژ روی داده، محلی ها بیشتر به اشیای پرنده ناشناس میاندیشند، به ویژه به خاطر رنگ عجیبی که دارند. شکل و الگوی این چراغ ها همه در تماس های اضطراری از احتمال یک تهاجم خبر میدادند و بعضی دیگر فرازمینی ها را میدیدند. شمالگان مکان رقابت‌های تسلیحاتیه. اونجا خیلی غنیه، یعنی سرشار از فلزات بسیار ارزشمنده. روسیه حضور گسترده‌ای در اونجا داره و در واقع خط کشتیرانی هم داره. وقتی که یخ‌ها کمتر میشن، روسیه هم پیشروی میکنه. حتی روسیه سلاح‌های ویژه و پیشرفتش رو در اونجا آزمایش میکنه. روسیه مجموعه‌ای از پایگاه‌ها رو در شمالگان می‌سازه و به تازگی هم موشک‌های کروز رو آزمایش کرده که سیرکان نام داره که سرعتش به 8 برابر سرعت صوت رسیده. پس آیا نروژ تحت تهاجم یک ابرقدرت قرار گرفته؟ نخست این که آیا این یک شیء پرنده ناشناسه؟ ستاره شناس و طراح آنتونیو این رو با مشاهدات دیگر مقایسه میکنه. گزارش‌هایی درباره هاله‌های عجیب در اطراف اشیای پرنده ناشناس دریافت شده که از نورهای متفاوتی هستند. اما اینها خارج از اون گزارش‌ها قرار میگیرند. آنتونیو میگه اشیای پرنده ناشناس خیلی سریع حرکت میکنن. اغلب موارد با زاویه‌های شدیدی همراست که هواپیما هرگز نمیتونه چنین کاری بکنه. اما اینها همچنان در آسمان ماندند و محموله درخشان آنها به زمین ریخته میشه. حتی با استانداردهای پرنده‌های ناشناس بسیار عجیب به نظر میرسن. اون پیامدی رو که در آزمایش موشک‌ها می‌بینیم دیده نمیشه. اونا دنباله متفاوتی رو در آسمان به جا میذارن که دودیه که از اون سامانه‌ها بیرون میاد. اینا هر چی که هستن خیلی زود توی اتمسفر پخش و ناپدید میشن. این بیشتر با گاز یا هر چیزی که جامد نیست همخونی داره و
یه چیزی مثل اون است. ناپدید شدن در اتمسفر به نظر می رسد که نکته دقیقی است که آنتونیو به آن اشاره می کند. ما به فضا راکت پرتاب میکنیم که وقتی رها میشن ببینیم که چه اتفاقاتی میفته، یعنی بخارهای مختلف آزاد میشن. اینجا قشنگ مشخصه. این بخارها مسیر شفقهای قطبی رو دنبال میکنن و همچنان که آنتونیو عمیق‌تر بررسی میکنه در میابه که ناسا در آن زمان با استفاده از فناوری‌های ویژه‌ای پژوهش میکرده. مشخص میشه که این راکت خاص که به نام برنت سیاه شناخته میشه این انواع بخارهای متفاوت رو در اتمسفر رها کرده. این در حقیقت یک آزمایش ناسا بوده. یکی از دلایلی که همچین نمایش چشمگیری رو به اجرا درآورده به این خاطر که ردیاب‌ها از همون مواد شیمیایی که در آتشبازی استفاده میشه استفاده کردن. در ادامه برنامه از میان شیشه به سوی جهان دیگر. به نظر میرسه همه چی برگشته باشه. این حسابی گیج کننده است. از گذشته‌های دور باورها بر اینه که آینه‌ها قدرت جادویی دارن. در بعضی از سنت‌ها شکستن آینه به معنی اتفاق بده، در حالی که بعضی‌ها اینو خرافات میدونن. حالا این فیلم بعدی ممکنه که شما رو به این فکر بندازه که شاید در پشت این شیشه یک رازیه. در ایالت اورگان قرار گرفتیم و یک کوهنورد غیر عادی ترین پیاده روی خود رو انجام میده. یک بار دیگر تماشا کنید. این شخص از میان آینه میگذرد. انگار که یه در باز بوده. سپس برمیگرده تا ببینه از کجا آمده و سرانجام به همون جایی که آمده برمیگرده. متوجه شدم اونجا بسیار زیباست، اما باید گفت که اگر هم توهم باشه یک توهم درست و حسابیه. البته به اینجا ختم نمیشه. فکر میکنم همینطور که از آینه میگذره اینجا میبینیم که اون آرچ طرف راست درخته. وقتی که برمیگرده و میچرخه حالا اون آرچ طرف چپه. به نظر میرسه همه چی برگشته. بنابراین این خیلی گیج کننده است. حالا یک لحظه با ما همراه باشید، زیرا مکارتی به این نکته اشاره میکنه که علم مدرن به جهان آینه ها بازه. در واقع علومی وجود داره که در اونا جهان آینه رو که ممکنه وجود داشته باشه بررسی میکنن و با ذره‌های ریز اتمی هم آزمایشایی انجام میدن تا ببینن این ذره‌ها به انواع آینه‌ای از خودشون تبدیل میشن یا نه. فکر جهانهای آینه از اندازه‌گیری نوترون ها سرچشمه میگیره که هیچ منطقی به شما نمیاد. وقتی که نوترون ها رو از هسته اتم خارج کنید از بین میرن. بر اساس قانون این اتفاق نمیتونه روی بده. اگر نوترون ها ناپدید میشن شاید به یک جهان موازی دیگه ناپدید شدن. به نظر عجیب میاد. اما مردم دارن همین فیزیکو آزمایش میکنن. اگر یک جهان موازی وجود داشته باشه آیا این شخص راه ورود به اونو پیدا کرده؟ پیش از اینکه برید توی بازتابتون در آینه برای توضیح میریم پیش کارشناسان. حکیم میگه وجود جهان آینه از لحاظ نظری امکان پذیره، اما اشاره میکنه که ما نمیتونیم به داخل اون وارد بشیم. وقتی فیزیکدانا میگن که یک جهان موازی آینه وجود داره، اونا دارن درباره یک چیز مشابهی حرف میزنن که ما داریم، اما ما اونا نه حس میکنیم و نه اینکه باهاش در تعامل هستیم. در این صورت شخص هنوز در جهان ماست. خب ما به شرح ساده تری از این فیلم احتیاج داریم. کارشناس تحلیل میکوس توضیح میده. فکر میکنم که چه اتفاقی افتاده باشه. همونطور که به طرف آینه میره میتونید حدس بزنید اون با یه زاویه 45 درجه به آینه نزدیک میشه. برای همینم بازتابشو نمیتونید ببینید. این اتفاق افتاده که اگه این آینه باشه با یه زاویه 45 درجه بهش نزدیک میشین. دوربینو میچرخونید و دوباره از همینجا ادامه میدین. دوباره میگردین و همون کار رو انجام میدین و از این طرف میاین بیرون. حالا کافیه تا اون فیلم رو ببرین و اون قسمتایی رو که دوربین رو میگردونین برای خودتون بردارین. بسیار خوب. نتیجه گیری ما اینه که این فیلم ساختگیه که خیلی هم خوب ساخته شده، در حالی که هنوز هم ممکنه که جهان دیگری وجود داشته باشه، اما هنوز راه ساده‌ای برای دیدنش نداریم. نه از میان آینه و در کمال تأسف از میان صفحه تلویزیون هم نمیشه.
اشیای پرنده ناشناس زیگزاگ پرواز میکنن، هواپیماهای مسافربری رو دنبال میکنن و حتی 2 قسمت میشن. اما این فیلم بعدی یه چیز متفاوتیه. حالا این به ما نشون میده که هر چی که بالا میره همیشه پایین نمیاد. نوامبر 2020 در ساحل کورنوال در جنوب غرب انگلستان یک دوربین متصل به اینترنت به صورت زنده از غروب فیلم برداری میکنه. اما این دوربین چیزی دیگری رو ضبط میکنه. یک گوی درخشان پرسرعت جلوی دوربین ظاهر میشه، میایسته و سپس به سرعت از جلوی ما محو میشه. دوباره نگاه کنید. کاهش سریع سرعت و پرواز عمودی. به نظر میرسد که در کمتر از 1 ثانیه 3000 پا بالا میره. این به هم ریختگی در فضا زمان رو نشون میده. ماسترز درباره کسی که ممکنه داخل این وسیله باشه یه نظریه داره. خیلی مهمه که توسعه و فناوری خودمون و توسعه زیستی رو در نظر بگیریم، با این مفهوم که شاید اونا ما باشن. شاید اونا دارن از آینده میان تا گذشته تکاملی انسانی خودشونو بررسی کنن. ماسترز باور داره که انسان آینده میتونه زمان رو دستکاری و به گذشته سفر کنه. در ضمن انسان میتونه فضاپیمایی بسازه که میتونه حرکت‌های چشمگیری انجام بده. در ضمن اینم به حق جور در میاد که در مفهوم همین فیلمی که میبینیم، وقتی که فضاپیما با سرعت بسیار زیادی پرواز میکنه به یکباره میسته و دوباره با سرعت نفسگیری شتاب میگیره. نیروهای گرانش سنجش شتاب است. زمین یک گرانش به ما وارد می کند، شبیه نیروی گرانشی که به وسیله شتاب این شیء تولید میشه که خارج از هر نمودار حاضر خواهد بود. من تا حالا همچین چیزی ندیدم که در یه نقطه بایسته و با بیشترین سرعت حرکت کنه. من دارم شک میکنم که این واقعی باشه یا نه، اما در واقع میشه گفت با یک آزمایش به وسیله یه وسیله نظامی، یا اینکه بپذیریم که به احتمال زیاد از یه تمدن فرازمینیه. نیروهایی که به وسیله این فیلم نشان داده میشه مشکل فناوری را برای نظریه سفر در زمان به وجود میاره. فضانوردان امروز هنگام پرتاب شدن 3 گرانش رو تحمل میکنن. در نسبت 6 گرانش یک انسان متوسط از هوش میره. در بیشتر از 100 گرانش نیروهایی میتونن استخوانها را متلاشی کنن. پس این وسیله که انسانها را از آینده برده، اونا چطور زنده میمونن؟ آیا توضیح قابل قبول دیگه وجود داره؟ پرومو میخواد ببینه که آیا این فیلم واقعیه یا خیر. من هیچ مورد دستکاری شده رو نمیبینم یا اینکه این شی رو روی فیلم ضبط شده اضافه کرده باشن. من چندین فیلم مربوط به اشیای پرنده باستانی رو در طی سالها بررسی کردم و اشیایی رو دیدم که با سرعت خیلی بالایی حرکت میکنن. اینم نشان دهنده ویژگی‌های مشابهیه. پس فیلم واقعیه و با حرکت سریع شی با آنچه که در گذشته هم دیده شده همخوانی داره و فناوری‌های کمک کننده‌ای که انسان‌ها دارن رد نمی‌کنه. نظریه اول میتونه پهپاد باشه، اما تیم میگه که پهپادهای نظامی نمیتونن مقابل چشم مردم پرواز کنن و طبق مقررات پرواز جمع این پهپادها مجاز نیست. اول از همه این که بیشترین ارتفاع پهپادها 300 پاست که به خاطر حفظ ایمنی پروازهای بازرگانی صورت میگیره. پس به سختی میشه ارتفاع اونا رو دقیق محاسبه کرد. ما اینجا میبینیم که مستقیم از میان ابرها میگذره و ناپدید میشه. پس بدون شک باید از این محدوده 300 پایی بگذره. پس یعنی اگه این یه پهپاد بازرگانی باشه نمیتونه از این محدوده بگذره. من نمیدونم که بتونم توضیح مناسبی براش داشته باشم یا نه. ستاره شناس آنتونیو به این فکر میکند که شاید این شی یک چیز متفاوتی باشه، چیزی مانند بازتاب نور. اگه یه دوربین اینترنتی باشه اینو از میان یه پنجره میبینی؟ آیا به این معنیه که یه چیزی روی پنجره گذاشته شده، مثل یه لیزری که از جلوی پنجره میگذره؟ اما به بقیه این محدوده نگاه کنید. هیچ بازتابی وجود نداره که نشون بده یه شیشه بین دوربین یعنی این وجود داشته باشه. با این نمیتونم بگم، نمیتونم به هیچ نتیجه گیری برسم. به نظر میرسد که این همه را متعجب کرده. پس اینجا به نظریه سفر در زمان ماسترز میرسیم. ما تا اینجا محاسبه کردیم که با خم کردن فضا زمان میتونیم سریعتر از سرعت نور بریم و ناسا هم یه آزمایش داره که اینو بررسی میکنه، چون که اونا فکر میکنن در آینده امکان پذیر میشه. پژوهش اخیر نشون میده که یک کرمچاله، یک خمیده دیگر در فضا میتونه برای سفر در زمان استفاده بشه. بعضی وقتا داستانای تخیلی میتونن به واقعیت بپیوندن و این میتونه امکان پذیر بشه.
نتیجه گیری ما اینه که این غیر واقعیه. تا زمانی که بتونیم اون رو شناسایی کنیم، اونو یک شی پرنده ناشناس در نظر میگیریم. ما خیلی دوست داریم تا اینو مشخص کنیم و به نتیجه برسیم. اگر شما هر اطلاعاتی دارین لطفاً با ما تماس بگیرید و ببینیم از شما استفاده میتونیم بکنیم یا نه. شاید این توپ کوچک به نظرتون خیلی عادی به نظر برسه. خب همینطور هم هست. هر کسی که پینگ پونگ بازی میکنه میدونه که چطور اینو کنترل کنه. اما این کنترل در مقایسه با آنچه که خواهیم دید به نظر هیچ دیده میشه. در ژانویه 2021 در اوج همه‌گیری کووید خیلی از مردم در سراسر جهان از آن جمله اکروبات باز کانادایی آدام گراندین با شیوه‌های جدید خودشون رو سرگرم می‌کردند. در زمان یه طوفان برف بود. ما داخل مونده بودیم و منم هیچ کاری نداشتم که انجام بدم، اما چند تا فکر جالب به سرم زد. این فکرها شامل مهارت‌های آدم به عنوان یک اکروبات باز بود. یک رول، دستمال توالت و یک توپ پینگ پونگ. تماشا کنید. در حالی که روی دستا قرار گرفته، توپ رو در دهانش از میان دستمالی که میگرده میگذرونه. یک بار دیگه نگاه کنید. اینو با حرکت آهسته نمایش میدیم. زمان بندیش باید خیلی دقیق باشه، حتی زمانی که چشمانش باز باشه و سرتا قرار نگرفته باشه. البته آدم این فیلم رو در رسانه میگذاره و خیلی اون رو تماشا میکنن. همه از دیدنش لذت میبرن، با او رو ستایش میکنن. وقتی که بعدش فیلم رو دیدم خیلی غیر واقعی دیده میشد. در این فیلم پاسخهای زیادی دریافت کردم. بعضیا میگفتن غیر واقعیه، اما اینطور نیست، واقعیه. برای همینه که انقدر توجه جلب کرده. خبرنگار رینین مکارتی میگه شاید این شبیه عملکرد ورزشکاران نخبه باشه. از نظر بعضیا که میخوان یه کار نمایشی رو انجام بدن، به نظر میرسه که زمان آهسته تر میگذره. پس برای نمونه بازیکن بیسبالی که اون پشت قرار گرفته ممکنه که هنگام توپ زدن زمان آهسته تر بگذره. بررسی ها نشون داده که مغز اغلب ورزشکاران دست کم 5 ماده خاکستری بیشتر داره که ادراک و مهارت‌های حرکتی رو کنترل میکنه. البته این تنها شامل ورزشکاران نمیشه. بعضیا هستن که ادعا میکنن که زمان براشون کندتر میگذره و میتونن با دستا یا دهانشون گلوله رو در هوا بگیرن. این همون کاریه که شعبده بازا قرنهاست انجام میدن. در حقیقت تا جایی پیش رفته که دست کم 12 تن که میخواستن این کارو بکنن کشته شدن. هری کسی بود که به خاطر فقط ایمنی خودش نمایش گلوله رو از کارهاش حذف کرد. پس فکر نکنید میتونین انجام بدین و تا جایی که به پینگ پونگ مربوط میشه، پیش از اینکه مشخص کنیم این نمایش از قانون فیزیک چقدر مهمه، نخست میریم سراغ کارشناسمون. بله، اولین تصورم این بود که آیا این ساختگیه؟ خیلی راحت میشه یه الگوی کوچک 3 بعدی از توپ ساخت و اونو به صحنه اضافه کرد، اما من هیچ سرنخی نمیبینم که نشون بده این ساختگی باشه. خیلی واقعی دیده میشه. نحوه خارج شدن توپ از دهان واقعیه و اونطوری که وارد این دستمال توالت میشه خیلی واقعیه. اطمینان داریم که این فیلم ساختگی نیست. بنابراین حکیم بررسی میکنه که آیا آدم توانایی ویژه‌ای در خلق کردن فضا زمان داره یا نه. فیزیک این کار خیلی جالبه. نخستین نکته اینه که دستمال توالت تاب میخوره و توی حرکت آونگی چپ و راست میره. اگه زمان بندی کنید و بدونید که در چه زمانی در پایین ترین نقطه خواهد بود، در نتیجه همیشه همونجا میمونه. میتونید پیش بینی کنید که اینا قانون فیزیک رو نقض نمیکنن، بلکه به فیزیک تسلط پیدا میکنن. اما به خاطر داشته باشین که این کاغذ توالت تنها چپ و راست نمیره، بلکه دور خودش هم میچرخه. این نشون میده که ماده خاکستری اضافه در ورزشکارها میتونه اینجا کار بکنه. وقتی که برای اولین بار این فیلم ها رو میبینید به خودتون میگید به هیچ وجه اینا باید در این کار نابغه باشن، اما بعدش متوجه میشید که قوانین طبیعی علیه شما هستن. هر بار این کار رو نمیتونین انجام بدین. پس وقتی که این کارا مقابل دوربین انجام میشن میدونید که بیشترش خطاهای زیادیه که رخ میده. ما از آدم پرسیدیم که چند بار امتحان کرد تا فیلم رو بگیره. او بار اول نتونست، یعنی به هیچ وجه نزدیک هم نبود. من نزدیک به 1000 بار امتحان کردم، چون که دستمال توالت خیلی تند میچرخید و من میتونستم اونو ببینم. وقتی که توپ میره داخل یه صدای جالبی میده. وقتی که شنیدم تعجب کردم.
نتیجه گیری ما اینه در حالی که این نمایش ها واقعی هستن ثابت نمی کنن که انجام دهنده ها توانایی ابر انسانی ندارن، بلکه فعالن که یک ویژگی که من خودم اونو خیلی بالا میدونم. ناپدید شدن ناگهانی پرواز 370 شرکت هواپیمایی مالزی در سال 2014 توجه خیلی آروز در سراسر جهان به خودش جلب کرد. نظریه‌های زیادی درباره اینکه چه اتفاقی برای این پینگ پونگ افتاده ارائه شد. حالا دو برادر باور دارن که حقیقت و هواپیما رو پیدا کردن. در سپتامبر 2019 سرنوشت پرواز 370 همه را سردرگم کرده بود، اما تولید کننده فیلم های ویدیویی در بریتانیا ویلسون ناگهان پس از مطالعه جزئیات این پرونده فکری به سرش زد. اگر بوینگ 777 گم شده در خشکی سقوط کرده باشه چطور؟ آن هم در منطقه‌ای که به سختی میتونه پیدا کنه. او در اوقات فراغت خود در نقشه‌های ماهواره‌ای مسیرهای احتمالی پرواز رو دنبال میکنه و بر جنگل‌های بارانی جنوب شرق آسیا متمرکز میشه. من این منحنی رو از شمال آسیا تا پایین اقیانوس هند بررسی کردم. امیدوار بودم که تعداد زیادی درخت شکسته ببینم. پس از چند روز جستجوی بی‌نتیجه ناگهان ویلسون با چیزی روبرو میشه که بدون هیچ شکی یه شیء به شکل هواپیما بود. یعنی در عمق جنگل بود اون هواپیما، در فاصله 96 کیلومتری. اگر تصویر سه‌بعدی رو ببینید متوجه میشید که یه هواپیماست که کنار کوه افتاده و در زاویه 45 درجه قرار گرفته. اکنون در طی سالهایی که هواپیما ناپدید شده خیلی از چیزهایی که گفته میشه به پرواز 370 تعلق داره به سواحل اقیانوس هند آورده شده، اما تنها تعداد اندکی از آنها به همان هواپیما تعلق داشت. بعضی ها این یافته ها را رد میکنند. با توجه به اینکه چه مقدار سوخت داشته و اینکه مسیری که هواپیما میتونسته بره، منطقه جستجو میتونه یک شعاع خیلی بزرگی از اقیانوس رو در بر بگیره، یا حتی میتونه توی منطقه دور افتاده در جنوب شرق آسیا باشه. ویلسون و برادرش پولهای خود رو روی هم گذاشتن و به سوی نقطه مورد نظر به راه افتادن که در جنگل کامبوج بود. با توجه به اینکه این آخرین موقعیت هواپیما روی این منحنی بوده، تصمیم گرفتیم بریم و از نزدیک ببینیم. اما این خیلی دشوارتر بود، حتی برای راهنماهای بومی. در نیمه‌های راه بومی‌ها میگفتن که برمیگردیم، نمیخوایم ادامه بدیم. ما به یه آبشار خیلی بزرگ رسیدیم که اونا نمیتونستن ازش بگذرن. سرانجام برادرها با دست خالی به خانه برگشتن. هواپیماها بیشتر از اون چی که تصورش رو بکنید ناپدید میشن. پس از پرواز 377 هواپیمای دیگه هم در سراسر جهان گم شدن. اما آیا این کشف میتونه بررسی این صحنه را برای همیشه ببنده؟ به کارشناسانمون رجوع میکنیم. نخست تیم مشخص میکنه که آیا هواپیمایی که در جنگل سقوط کرده شبیه همان تصویری که در نقشه دیده؟ این خیلی شبیه هواپیماییه که همینطور نشست و تو این جنگل دور افتاده قرار گرفته. انتظار ندارم که یه هواپیمای مسافربری بزرگ باشه مثل بوینگ 777 که تو این وضعیت بتونه بشینه و تخریبم نشه. اما اگر به نوعی هواپیما آسیب ندیده باشه، تیم شک داره که این هواپیمای بوینگ 777 باشه. با توجه به ابعادی که داریم و تصویرهای ماهواره‌ای، این شی خیلی شبیه هواپیماست. نزدیک به 30 متر کوتاه‌تر از بوینگ 777 میشه. پس آیا احتمال داره که این بخشی از عوارض جغرافیایی باشه؟ ما میدونیم که اینجا برف نیست چون که آب میشده و در ضمن در اون ارتفاع در کامبوج برف نیست. اون نقطه در وسط جنگل استواییه و هیچ نشانه‌ای هم نیست که بگه این تشکیل سنگ به صورت تصادفی بوده باشه. درست مانند یک هواپیما دیده میشه. هیچ گزارشی از سقوط هواپیما در اینجا وجود نداره. اگر این هواپیمایی بود که درست به همون نقطه پرواز کرده باشه، آثاری در گیاهان اطرافش به چشم میخوره. ویلسون یک هواپیما پیدا کرده، البته به جای کف جنگل در آسمان بالای اون. فکر میکنم که این بدون شک پرواز 370 نیست، بلکه یه هواپیمای دیگه است و در اون تصویر ماهواره‌ای گرفته شده. در کمال شگفتی از این چیزها زیاد اتفاق میفته و در این مورد هم درست همون موقع که عکس گرفته، هواپیما هم تو عکس افتاده.
نتیجه گیری ما اینه که این به احتمال زیاد یک هواپیمایی در حال پروازه و درست همون موقع که ماهواره عکس میگرفته از بالای جنگل کامبوج میگذشته. اما ویلسون و جکی باور دارن که پرواز 370 در یک جایی در عمق جنگل قرار گرفته. اونا میگن که به یک سفر کاوشی دیگه خواهند رفت. فرهنگ این یوئیش در آلاسکا سرشار از داستان‌های مربوط به موجودات خیلی ترسناکه. آیا این گفته‌ها تنها یک اسطوره هستند یا حقیقت دارن، یا اینکه تنها پژوهش‌های میدانی اولیه هستند؟ اینو تماشا کنید. در اکتبر 2016 مکی از اداره مدیریت زمین آلاسکا از رودخانه چینا در فربنکس بازدید میکرد که متوجه یک چیز خیلی عجیبی در آب میشه. به نظر میرسید که به طول 6 متر تا 7.5 متر باشه و وقتی که متمرکز میشه به نظر میرسه که خلاف جریان آبه. وقتی که پایین رو نگاه کردم یه چیز خیلی عجیبی دیدم. خیلی بزرگتر از هر چیزی بود که تا حالا در رودخانه دیده بودم و برخلاف جریان آب شنا میکرد. خیلی ترسناک بود. با توجه به محل این کشف، کن میگه باید به داستانهای محلی مراجعه کنیم. در آلاسکا تعدادی افسانه موجودات آبی داریم. در فرهنگ اینوئیت درباره چیزی که هوراک نام داره صحبت میشه که یک جانور مارشکله که خیلی بلنده، سری کشیده و یک دم باله‌ای هم داره. داستانهای زیادی از هوراک گفته میشه که مردم از روی پلها میگیره و به صورت وحشیانه ای اونا رو میخوره. کن میگه توصیف‌های هوراک متفاوته، اما گفته میشه که هولناکترین آن یک موجود غول‌پیکر شبیه مارماهیه که پوست شفافی داره و به ناظران امکان میده تا قربانیان را تماشا کنند و زمانی که این موجود در کمین شکاره کمتر دیده میشه. این هیولای به خصوص تا حالا چندین بار دیده شده. گفته شده که طولش 15 متره، بدن شبیه اژدر میمونه و رنگش هم به رنگ آلومینیوم کدره. پس ما باید بپرسیم که آیا میتونه به این داستان‌ها ارتباط داشته باشه؟ داستان‌های اولیه درباره جیک ایکنک هیولایی مانند ماهی رو توصیف میکنه که به صورت گروهی حرکت میکنن و به کانوها حمله میکنن. آیا اونچه که دیدیم به این هم ارتباط پیدا میکنه؟ دکتر شی میگه اگر این یک مار بوده باشه احتمال نداره که پشتش برف جمع شده باشه. مار چطور؟ در آلاسکا مار آبی وجود نداره، به خاطر اینکه خزنده ها و دوزیستان خونسردن و برای حفظ گرمای بدنشون به محیط وابسته هستن و در اینجا هم گرمای کافی وجود نداره تا چنین جانورانی بتونن در این منطقه به راحتی زندگی کنن. شی در هیدرولوژی صحنه و حرکت آب به دنبال سرنخ میگرده. به نظر میرسه توی آب به سمت چپ و راست حرکت میکنه و انتظار داریم یه جانور دمدار باشه تا خلاف جهت جریان آب شنا کنه. اما صبر کنید، بار دیگه اونو ببینید. وقتی که تصویر رو کمی کوچیک‌تر می‌کنیم می‌بینیم این شی به طرف جلو حرکت نمی‌کنه، بلکه یه جا ثابت مونده و جریان آب بهش برخورد می‌کنه. بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که این شی زیستی و زنده نیست و نظر می‌رسه یه نوع زباله یا یه چیز زائد باشه، مثل طناب یا سیم ماهیگیری. خب نظرها رو شنیدیم. نتیجه گیری ما اینه که بر اساس ارزیابی هیدرولوژی شی این یک طناب یخزده است، اما همچنان ماجراهای هیولاهای رودخانه آلاسکا ادامه داره. آیا همشون اشتباهی شناسایی شدن یا اینکه به معنای واقعی یک چیزی اون پایین وجود داره؟ ما دنبال فیلم‌های بیشتری هستیم. برنامه‌مون به پایان رسید. از اینکه همراهمون بودید خیلی ازتون ممنونیم. خدا نگهدار شما باشه.